اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه میگوید در نظام حاکم به ارزش‌های افغانی و اسلامی اولویت داده می شود. وی می افزاید وضعیت در افغانستان نسبت به گذشته به مراتب بهتر شده و امنیت سرتاسری در کشور تامین است. استقبال هموطنان از فرامین عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله در مورد منع تقرر افراد در ادارات دولتی بر اساس روابط، خویشاوندی و کشت کوکنار. 18 کودک دیگر که از بیماری قلبی رنج می بردند توسط هلال احمر افغانی برای عملیات و تداوی به شفاخانه آریانا در کابل معرفی شدند. در 8 ماه گذشته 761 کودک توسط هلال احمر افغانی در شفاخانه های مختلف کابل بستری شده اند. سفیر ایران در کابل در دیدار با سرپرست وزارت امور خارجه گفت این کشور آماده است تا محصولات و میوه افغانستان را با قیمت مناسب خریداری کند و در زمینه توسعه زراعت به دهقان افغان کمک همه‌جانبه نمایند. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست وحدت و هماهنگی اقوام گفت هر کس ارزش‌های اسلامی را در نظر نگیرد و برای بیگانگان کار کند از ملت ما و شما نیست. شیخ محمد قاسم خالد والی کابل در نشست وحدت و هماهنگی اقوام گفت در عرصه معارف پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده و کیفیت آن نسبت به گذشته بسیار ارتقا یافته است. معاون والی جوزجان پس از آنکه عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله بر اساس فرمان به مسئولین نهادهای دولتی در رابطه با برکناری فرزندانشان اصرار کرد، فرزندش را از سمتش برکنار کرد و شخص دیگر را به جای پسرش تعیین کرده است. وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر میگوید دیگر جلو فروش طلای غیر معیاری در افغانستان گرفته می شود و همه زرگران باید طلا را معیاری کنند. این وزارت می افزاید که در این زمینه با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.